سلام. سلمان خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان امروز به کابل رسیده و قرار است تا چند ساعت دیگر با مقامات افغان دیدار کند. وی قبل از این به قطر و پاکستان رفته بود. اداره انکشافی ملل متحد در یک گزارش تازه به نشر رسیده در مورد اقتصاد افغانستان نوشته است که به سبب شیوع ویروس کرونا 13% خانواده‌های افغان با فقر روبرو شده‌اند. عاطف مشعل سفیر افغانستان در پاکستان از وظیفه‌اش استعفا داد و امروز در توییتش نوشته است که به خاطر تحصیلات عالی دیگر نمی‌تواند با وظیفه‌اش ادامه بدهد. امروز و فردا راه تورخم برای مسافرین باز می‌باشد. مقامات سفارت افغانستان در پاکستان گفتند تمام افغان‌های مقیم پاکستان می‌توانند به مناسبت عید از راه تورخم به کشورهایشان بروند و پاکستانی‌ها نیز می‌توانند از افغانستان به پاکستان سفر کنند. و مراسم حج امروز با تعداد اندک زائرین آغاز شد. حکومت سعودی به دلیل شیوع ویروس کرونا به زائرین خارجی اجازه نداده است که به خاطر حج به آن کشور سفر کنند.